سلام رفقا، حالتون چطوره؟ ما که عالیم. امیدوارم شما هم عالی باشید. سنباینم در کنار مهدی اومدیم با یه چالش دلانگیز دیگه. قضیه از این قراره که اتاق فکر یه سری عکس کدگذاری شده رو برامون تبدیل به ویدیو کردن. دونه دونه این ویدیوها رو باید ببینیم. هر کدوم یه زنگ داریم. چالش در اصل سرعت عمله. این زنگ منه، این هم زنگ منه. هر کی زودتر زنگو بزنه جواب درست و بده یه امتیاز میگیره. و اما مجازات، طبق معمول مجازات داریم. سرکه سفید. تو هواداری گوش تا اینجا داره میاد. گوش هم میسوزونه آدمو. حاضری یا نه؟ من که نمیخوام بخورم. حاضرم آقا. پس بزن که بریم. برو که بریم. Let's go. سیگار، یخ، چای، نام یک کسب و کار. آماده بودی بزنی دیگه. داداش اون یخای قالبی هم میدونم. نماد دکه است. میدونم دکه از اون سماورم نماد دکه است کلن. الان من چیکار کنم؟ تویتا هایلوکسه. گوشی ماهواره‌ای. گوشی نفته اون. نام یک من. ما تا چیز ما رفتیم تو گل. این سه تا ترکیب رو با هم دیگه دیدم فهمیدم. نیازی نبود بدونم. من تازه دارم با بازی آشنا میشم مهدی. خاورهایی که به میانه میرن. دهنه. بریم واسه بعدی. تخم مرغ، نیمرو، شلوارک و رکابی. چی؟ قاصور. قاصور؟ شمال اسم این مکانه دیگه. اکیپی میرید شمال همین کارا رو میکنید. میزنم. بزن دیگه شمال آقا. خوابگاه. بریم واسه بعدی. کارمند بانک، صندل با جوراب. چه صندل با فرانسه. جورابی هم هست. میذاشتی حداقل من میدیدم چیه. ال90. الممده. حالا خدا کن درست باشه زایی نشه. میشالله که تا تاش همینجوری راحت باشه. بریم واسه بعدی. تپش قلب، لاین کندرو، کیا سفید، نوعی شغل. گیر زدی. زنگ من دیر کنترل خورد. نامحسوس، خیلی اسرائیل تابلو ماشین بود. بازا. خیلی زایی هست دیگه. خوشحال نباشی. ول کن، مهم اینه که باختی. مرغ، انجیر، شلوارک با پرچم آمریکا. نام فیلم. گشت ارشاد. رنگم نزد. خیلی خوب. بریم ببینیم اصلا درسته. یه دیگه داداش تابلوه دیگه. مرغی که انجیر من هم می‌خوره، حدسم کشت همین انجیر. بود، ولی خب بچه‌ها یکم کمکاری کردن. هخامنشیان، خال، بستنی کیمی. نام یوتیوبر. هخامنشیان چه ربطی به خال داره بعد به بستنی کیمی داره؟ کوروش و میا. خالو دیدم فهمیدم. راست میگی یا چقدر خوبه. تمیزه. تمیزه آره. 151 141 131. چرا فقط عدد بود؟ نام شرکت. بزن آقا بیسن بدو بپر رو زنگا بزن. 3 تا عدد بعد تشخیص بدی کدوم شرکت کدوم کمپانیه. سخت شد که. کم بود یه بار دیگه بزن. 151 41 31 یعنی چی؟ روش هم مثلا یه شرکت تولید آب گرم کنه مثلا یه سری هم مدلش. نمیدونم. زدم دلت خوش. جمع از خنده تک. ببینیم. سایپا مطمئن راست میگی سایپا. دیگه. پراید 131 141 151. اوکی. شرکت بدی شرکت خودروسازیه دیگه. نوشابه، شلوارک، باد بزن. بزن نام غذارم بخونم. خب جوجه. 3 تا ترکیب سمی. مطمئنی؟ جوجه با نوشابه. خود جوجه است. جوره منحرف نمیشی؟ هیچ جوره اصلا راه نداره. درست. جوجه است. یغلبی، آب گرم کن، تقسیم. نام یک برهه میتونه سربازی باشه دیگه. آب گرم کنم که درجه هم بالا آب گرم کنه دیگه. تو رو خدا زایم نکن. یس. خدایا شکر ای خدا. برنج، اسب، گلف. نماد سمی. برنج، اسب، برنج، پولو. آره گلف و اسب هم که داره دیگه. تو برنج رو فهمیدی تا تهش رفتی.
ولی سرعت عمل مهم بود. اشکال نداره. بریم واسه مجازات. آخه دلم برای معدت هم میسوزه. رسیدیم به بخش زیبای مجازات. البته تا زمانی زیباست که برای من نباشه. اینجوری هست. سرکه سفید. جام زهر رو بده به من. بذار اما تو بگی یه سر برو بالا. آبا تو میتونی اینجوری بخوری من سرکه رو بخورم؟ بنوش. زیاده. حالا برو ببینم تا کجا رحمم میاد. فکر کنم تا صبح نتونم بخوابم. ساعت 2:30 شب بچه‌ها. نوش. چرا اینقدر زیاد میخوری؟ من که نمیخوام بخورم. حاضرم آقا. بشین. چرا اینقدر زیاد خوردید یه قلوب اوله تو؟ حداقل یکم عادی سازی کن واسه دل و رو داد. تو یه ذره‌شو بخور من کلشو تا ته. من چرا بخورم؟ مجازات مال توئه. یه قلوب تویی نمیخورم و یه قلوب واقعی میخورم. یه قلوب واقعی چقدر من جام فشانم آخه. بخور حرف نزن. چقدر من جام فشانم. یه قلوب دیگه بخور بپز. نه نمیشه. اصلا راه نداره. هدف از اول کلش بود. نمیخورم. بشین. نمیخورم آقا چیکار کنم نمیشه خورد. ریز و درشت نه دیگه. یه قلوب درشت حسابی دیگه بخور. قبلیه رو خیلی درشت خوردی. خدای این همش خوردی توی قلوب بخور. ای. اوه. بالاخره حق به حقدار رسید. بی عاقبت بشی. خب بچه‌ها مرسی که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردین. مهدی بردیم ریوایو کردیم، یکم ماساژش دادم، سر حال آوردمش. اون گازایی که دارم معدم میاد بیرون خودش داره اذیتم میکنه. اب نداره معدت شستشو داده شد. اگه تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردین تو کامنت ها برامون یه قلب بذارین. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموشتون نشه. لینک دونیت تو دیسکریپشن هستش. اون زنگوله‌ای که همیشه مهدی میگه الان حال نداره بگه رو بذارید رو آل که ویدیوهای بعدی اون از دست ندین. عاشقتونیم. تا ویدیوی بعدی فعلا خدا نگهدار. مرسی که تا اینجای ویدیو با